يصير واضح عندك ماكو مشكله سيدنا. هذا العلم كنت سندون ظهرنا. یا ابا عبدالله، ای کاش ما نیز در آن معرکه عظیم با شما بودیم. ما حبیب ابن مظاهر را ندیده بودیم، اما چرا؟ پیرمرد ما را یک سره به یاد او میانداخت. همان نگاه نافذ و مشتاق، همان فروتنی و صلابت. سرباز امروز نبود. 40 سالی میشد که همه جبهه ها و معرکه ها را سنگر به سنگر در جستجوی مرد میپیمود. آمده بود تا نشانمان دهد که وقتی پای حسین در میان باشد میتوان از همه چیز گذشت. دیروز جوانی بود که در برابر سپاه شیطانی صدام میجنگید و امروز زخم‌ها و تجربه‌هایش به کار کسانی می‌آمد که مقابل جنود تکفیر می‌جنگند و حریم آل خدا را از تعدی دست‌ها و جان‌های ناپاک دور نگاه داشتند. فدیه خالصانه او این چنین پذیرفته شد و گام آخر را در رسیدن به آن مأوای عظیم و مبارک پیمود و در ملکوت اعلی به پدر، برادر و یاران شهیدش پیوست. مجردی متعلم هم گفتم شاید بری با حوری ازدواج کنی. آره انشالله انشالله. اما التماس خوبه دیگه اگه شهید شدیم